الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که آیا قی کردن یا که بگوییم قسمیش کردن، قی نمودن روزه انسان را می شکند و وضویش را می شکند؟ اولا در مسئله روزه قی نمودن بدون نمود تقسیم می شود. قی نمودنی که به اختیار انسان به وجود می آید، یعنی خود به خود قی به وجود می آید، انسان نخواهد هم مجبور قی می کند. در این حالت البته که روزه اش نمی شکند، روزه اش صحیح است. برای چی؟ برای اینکه به اختیار بنده به وجود آمد. اما اگر انسان خودش را مجبور کرده به خواست خودش قی بکند، بمانندی انگشت را به دهان اندازد و خود را مجبور بکند که قی بکند، در این حالت بارک الله فیکم روزه اش می شکند، فاسد می شود و یک روز به این روزه اش قضا می دارد. البته دلیل این مسئله چیست؟ در کتاب های فقها می بینید، در فقه و سنه و غیره می بینید این مسئله به مانند مجمع علیه هست و دلیلش هم حدیثی هست که ابو هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، روایت میکنند که من ضرعه القیء فلیس علیه قضاء و من استقاء عمدا فلیقضی، رواه ابو داود الترمذی و صحیح الحاکم. یعنی هر کسی که به وی قی کردن غلبه می شود و قی می کند، یعنی به اختیار خودش به حالت مجبوری قی می کند، نخواهد هم قید می کند، بدون اختیار روزه این نمی شکند، روزهش صحیح است و قضا نمی دارد و روزه رو می دارد. و من استقاء، و هر کسی که طلب قی کردن می کند، یعنی خودش می خواهد که قی بکند و به یگون واسطه قی می کند خودش را، پس فلیقضی، روزه اش فاسد می شود و قضا می دارد. البته این حدیث رو می توانید پیدا بکنید در سنن ابو داود. امام ابو داود روایت کردند و امام ترمذی در سننشون و در مسند هم والله اعلم به هم معنی آمده است و امام حاکم در مستدرکش این روایت رو صحیح می داند. و خطابی میگویند که این به مانند در بین علما مجمع علیه هست. میگند چرا؟ میگن لا اعلم خلافا بین اهل العلم، من در بین اهل علم هیچ خلافی رو نمیدونم که در این مسئله هر کسی که ذرعه القی فانه لا قضاء علیه، هر کسی که بدون اختیارش در حالت مجبوری بدون اختیار قی میکند، او روزه اش صحیح است و قضا نمیدارد. و اما کسی که خودش رو قی میکند و به خواست خودش به اختیار خودش قی میکند، این انسان روزه اش فاسد میشود و البته که قضا میدارد. بارک الله فیکم. پس با همین به شما فهمو شد. اما در مسئله قی آیا طهارت رو میشکند؟ البته شکننده های طهارت رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان نمودند، صحابگان و علما بیان نمودند و همه اش معروف است و در درون این شکننده ها قی وجود ندارد، قی وجود ندارد. و شکننده طهارت معروف است که کل ما خرج من السبیلین، از پیش و عقب بیرون شود. یا انسان خواب برود، خوابش چنان سخت باشد که خود را نفهمیده ماند، این طهارت انسان رو میشکند. اما قی همچون شکننده طهارت وجود ندارد، همچون شکننده طهارت بیان نشده است. پس کسی که قی میکند طهارتش صحیح است، طهارتش صحیح است. بارک الله